دل را به دست آوردن و سر یتیم را سیله کردن از فضیلت‌های نیک انسانی به حساب می‌رود. در ردیف جانبداری کامل از هدایت‌های انسان دوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، دستگیری طبقه‌های نیازمند جامعه بخصوص یتیمان، روزنامه ولایتی ختلان در ورزشگاه پختکور شهری باختر پیش از آغاز بازی بین دسته‌های فوتبالی ختلان شهری باختر و اسخط شهر خوجند 20 نفر نورسان تربیت گیرندگان مکتب اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستاری ناحیه وخش را با توپ فوتبال، لباس‌های ورزشی و مواد غذایی قدرشناسی کرده برایشان شرایط ارزنده فراغت و دلخوشی و تماشای بازی شوق‌آور فوتبال را تأمین نمود. هیئت اجرایی روزنامه ولایتی ختلان تصمیم گرفته است که در دایره سیاست یتیم پرورانه و بشردوستانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان یک روزی دلخوشی و یک روزی طرب را برای آنهایی که در مکتب پرورشگاهی ناحیه وخش تربیت میگیرند برپا کند و ما در دایره این اقدام تصمیم گرفتیم که بیش از 20 نفر کودکانی که در این مکتب پرورشگاه تربیت می‌یابند برایشان امروز را یک روز خاطرمان تشکیل کنیم. برایشان سر و لباس ورزشی تقدیم نمودیم، شیرینی ها تقدیم نمودیم، با یک جهت با شریکان رشد بعضی تحفه های دیگر هم آماده کردیم. این اقدام انسان دوستانه و جوانمردانه رهبریت روزنامه ولایتی ختلان را نورسان مکتب اینترنت کودکان یتیم و بی‌پرستاری ناحیه وخش صمیمانه پذیرایی نموده پیش از همه عرض سپاس خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، رهبریت ولایت ختلان و روزنامه ختلان رسانیدند. ما خیلی خرسند هستیم که این روز ما رو به سیاحت آوردند و ما تحفه های خاطرمان هدیه کردند. ما خیلی خرسند میباشیم. این روز برای ما خیلی روزی فراموش نشونده است، زیرا که ما امروز در میدانچه ورزشی ولایت قرار داریم و به ما تحفه های ورزشی پیشنهاد کردند. ما مینداری خودم را پیش از همه به پرزیدنت پیشوای ملت میرسونم که مال یتیمان را همیشه دستگیری مینماید و مینداری خودمان را به روزنامه ختلان میرسونیم. همه به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رحمت خود را بیان میکنم که ما را دستگیری میکند و بعد به این روزنامه ولایتی ختلان خیلی تشکر میکنیم و ما خیلی خوشحالیم که به اینجا آمدیم. در ورزشگاه مرکزی شهری باختر برای نورسان نسل‌های آینده‌ساز ملت برای تماشای بازی شوق‌آور و دوست داشته ترین جوانان فوتبال همه شرایط برای دلخوشی کودکان فراهم آورده شده بود. این اقدام آخر نبوده. رهبریت روزنامه ولایتی ختلان تصمیم گرفته است که من بعد نیز چنین اقدام‌های انسان دوستانه را عملی نماید. در دایره همکاری اطلاعاتی با تیم فوتبال ختلان که در لیگ عالی مسابقات قهرمانی تاجیکستان فعالیت میکند، امروز همه این کودکان به میدان پختکور شهری باختر آمدند تا از بازی بسیار هم جالب و دیدنی ختلان و اسخط خوجند دیدن کنند، مخلصی کنند، شادی کنند و همراه مثلا فوتبال بازان کسبی عکس‌های یک جای بگیرند، صحبت‌ها کنند و یک روز خوش در حقیقت داشته باشند. روزنامه ولایتی ختلان تصمیم دارد که همین اقدام را منتظم ادامه دهد و در همکاری با کلوب فوتبال ختلان که ما شریک اطلاعاتی این دسته می باشیم، همه بازی‌هایی که در میدان کلوب ختلان دایر می شوند همین گونه گروه از مکتب پرورشگاه ناحیه وخش خوانندگان را بیاریم برایشان یک تماشا تشکیل کنیم. در این روز تربیت گیرندگان مکتب اینترنت ناحیه وخش در بازی لاتاریا شرکت فعالانه با فوتبال بازان و مربی‌های ورزش رسمی خاطره‌ای گرفتند. فراموش ناپذیر بود این روزی سعید برای نورسان. خوب می بود که چنین اقدام‌های جوانمردانه را دیگر تشکیلات و کارخانه‌ها و خیرخواهان و سرپرستان جانبداری کامل می‌نمودند. سعید زاده شیرعلی همراه خانزاده عبدالقهار نمازعلی ارگش، شهری باختر، اخبار.